به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم و بعد. برای مرد نزدیک شدن به دوباره زن حرام است. از مفهوم آیت سابق، زنهای شما کشزار شما هستند. هر گونه که خواهید به کشزار خود درآید. سوره بقره آیت 223 و احادیث های سابقا ذکر شدن نیز به این چیز دلالت میکنند. در این موضوع احادیث های دیگر نیز وارد شده است. اول از سلمه رضی الله عنها گفت وقتی که مهاجران به نزد انصاریان به مدینه آمدند، مهاجران با بعضی از زنهای انصاریان ازدواج کردند و مهاجران هنگام خانه‌داری از عاقب زن نزدیک می شدند. انصاریان باشند این کار را نمی کردند. سپس مرد از مهاجران اراده کرد که همین فعل را با زن خود اجرا کند. آن زن از این کار خودداری کرد تا جایز بودن این را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بپرسند. سپس او آمد، اما از سوال کردن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شرم کرد. سپس سلمه او را از این فعل سوال کرد. سپس این آیت نازل شد: زنهای شما کشزار شما هستند. هر گونه که خواهید به کشزار خود درآیید. و گفت نه، یعنی روا نیست مگر اینکه از یک مکان، یعنی از فرج. روایت احمد و ترمذی او را صحیح دانست و ابو یعلا و بیهقی با اسناد صحیح با شرط امام مسلم. حدیث دوم از ابن عباس رضی الله عنه است که گفت عمر ابن خطاب به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت هلاک شدم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسید چه چیز تو را هلاک کرد؟ او گفت شب گذشته سواره ام را تاب دادم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با او چیز جواب نداد. سپس به او آیت زیرین نازل شد: زنهای شما کشزار شما هستند. هر گونه که خواهید به کشزار خود درآیید. او پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت نزدیک شو به همسرت از پیش یا عاقب، اما از دبر و در حال حیض دیدن نزدیک مشو. روایت نسائی و ترمذی و طبرانی و واحدی با اسناد حسن. امام ترمذی نیز این حدیث را حسن دانستند. حدیث سیوم از خزیمه ابن ثابت رضی الله عنه است که گفت یک مرد پیامبر را از نزدیک شدن عاقب زن سوال کرد. پس او پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت حلال است. وقتی که آن مرد پشتش را گردانیده رفت، او را فریاد کرده گفت چگونه گفتی؟ در کدام از دو مکان؟ از عاقبش در قبولش یعنی در پیش؟ بله، یعنی رواست. اما از عاقبش در دبورش نه، نارواست. هر آینه الله از حق شرط نمی کند. در دبورهای زن نزدیک نشوید. حدیث را امام شافعی روایت کرد، او را قوت داد و اینچنین دارمی و طحاوی و خطابی با اسناد صحیح. حدیث چهارم، الله تعالی نظر نمی کند به مردی که همسرش را از دبورش نزدیک می شود. روایت نسائی و ترمذی و ابن حبان و سند او حسن است و امام ترمذی نیز او را حسن دانست. ابن رهوی باشد حدیث را صحیح کرد. حدیث پنجم، لعنت شده از شخصی که از عاقب‌های زنان نزدیک می شود، یعنی از دبرهایشان. روایت ابن عدی با اسناد حسن. حدیث ششم، هر کی زن حیض دیده را یا از دبر زن نزدیک می شود یا به سوی جادوگر رفته به گفته او باور می کند، هر آینه به آنچه که به محمد نازل شده بود کافر شده است. روایت اصحاب سنن غیر از نسائی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.